حالا یهود خودش ملتیه که سرسخت‌ترین دشمنا معرفی شده طبق کلام الهی. باز تو خود یهود یه ایدئولوژی و یه تفکر بسیار خطرناک وجود داره به نام صهیونیسم که باز خود یهودی ها از اینا میترسن. اینا یکی از باوراشون همینه که ما نژاد برتریم، ما فقط حق حیات داریم و حتی میگن ما کسی رو به دین خودمون دعوت نمیدیم چون کسی لیاقت دین ما رو نداره. خب و اصلا حتی میگن لازم نیست کسی یهودی بشه و اینا حق حیات و زندگی و حق داشتن رو برای خودشون فقط به رسمیت بشناسن و برای اینکه یه خورده خودشون بهتر زندگی کنن و نژاد برتر باشن حتی اگر بچه ها رو هم بکشن برای اینا پروایی نیست. هیچی برای اینا جنایت جنگی محسوب نمیشه. حتی میگن تو کتابی دارن به نام تلمود، خب سوای تورات کتابی دارن به نام تلمود، یه باورای بسیار تند و تیزی توش هست که حتی صراحتاً آمده که به اطفال اینها حتی رحم نکنید چون اینا که بزرگ بشن باز براتون درد سر میشه. همون بچه‌شون هم بکشید، زنشون هم بکشید. یه باورهای بسیار خطر و اینا بدونید قوم یهود تنها دنبال غزه یا تنها دنبال بیت المقدس تنها نیست. اینا برای مکه و مدینه حتی فکر دارن. اینا حتی نسبت به تمام ممالک مسلمان و غیر مسلمان فکر دارن. حق حاکمیت و حکمرانی رو فقط مال خودشون میدونن. برای کل دنیا برنامه دارن اینا. و امروز که ما نشستیم و نظاره‌گر این جنایت‌های جنگی اونها در غزه هستیم، بدونید که اگر اینها به این آرزوی خام خودشون در فلسطین و غزه رسیدن که نمیرسن، انشاءالله اگر رسیدن اینها تنها به او اکتفا نمیکنن. بعد از اون نوبت دیگر کشور هست، نوبت دیگر ملت هست. فکأنما قتل الناس جمیعا. قرآن چرا میگه اگر یکی خون ریخت و دیگران نظاره‌گر بودند، در حقیقت گویا انسانیت کشته شد و گویا زمینه برای کشتار همه انسانها فراهم شد. اگر این خونخواهی نباشه و اگر اینها غیرتشون به جوش نیاد و در مقابل این ظلم نیستن، فرهنگ غلط زورگویی و ظلم یه فرهنگ رایج میشه. اون موقع جان همه در خطر میفته.